سلام رفقا. ویکد یه موزیکال فانتزیه که پشت آوازها و جادوهاش قصه عمیق‌تری درباره هویت و قضاوت شدن داره. اینجا الفابا فقط یه دختر با پوست سبز نیست. نماد همه آدماییه که به خاطر فرق داشتن طرد میشن. جامعه زود بهش برچسب جادوگر بد میزنه، در حالی که اون دنبال حقیقت و عدالت میگرده. از اون طرف گلیندا اولش فقط دنبال محبوبیت و تایید جمعه، اما دوستی با الفابا همه چی رو تغییر میده و نشون میده که پشت برچسب‌ها آدم‌های واقعی هستن. تو این بین جادوی قصه فقط تو پرواز و ورد نیست، توی اینه که آدم یاد میگیره خودش باشه، ایون وقتی دنیا علیهشه. فیلم نشون میده بدی همیشه ذاتی نیست، خیلی وقتا ساخته نگاه دیگرانه. پیام اصلی فیلم اینه: قهرمان بودن یعنی با وجود ترس و طرد شدن باز هم به خودت وفادار بمونی.